في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت. في كتاب الله قلبي صار حي. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. در یک دیگر از برنامه‌های مثال‌های قرآنی در خدمت شما خوبان و سروران هستیم و مثال دیگر از مثال‌های کتاب الله متعال. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثال‌های فراوانی رو ذکر کرده که در قالب این مثال‌ها معانی و مفاهیم بسیار مهمی برای ما اشاره شده و قابل توجه هست که باید به اونها توجه بکنیم. یکی از این مثال‌ها و از این معانی و مفاهیم به مقوله بسیار مهمی به نام انفاق اشاره میکنه. انفاق یعنی بذل و بخشش، یعنی خرج کردن، یعنی انسان از اون فرصت‌ها و استعدادهایی که الله متعال به انسان داده اونها رو در راه رضایت الله متعال استفاده بکن. با مال، با علم، با مکانت اجتماعی، با اون فرصت‌هایی که انسان در اختیار داره، با مشورت دادن به دیگران، با کمک کردن و گرفتن دست دیگران، همه اینها معانی انفاق. بیشتر از همه وقتی که صحبت از انفاق میشه بحث انفاق مالی مطرح میشه و به ذهن میاد. یعنی اینکه انسان وقتی که الله متعال به انسان ثروت میده، از ثروتش، از اون نعمت و مالی که در اختیارش هست در راه الله متعال انفاق بکنه و خرج بکنه در مواردی که الله متعال دوست داره و مواردی که الله متعال به ما توصیه کرده که در اون موارد ما انفاق بکنیم. اما خیلی وقتها محبت ما به مال سبب میشه تا ما زیاد به مسئله انفاق رغبت پیدا نکنیم. خرج کردن پول و مال، مخصوصا وقتی که با سختی و مشقت به دست میاد، برای نفس آسان نیست، سخته. خرج کردن برای خانواده، برای خویشاوندان، برای اقوام، برای یتیم‌ها، برای مساکین، برای کسانی که قرض دارن، برای کسانی که در راه موندن. انفاق قرض نیست تنها. انفاق قرضی نیست که ما به کسی بدیم و اون رو بگیریم، گرچه در اصلش قرضی است برای الله متعال. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. کسی که به الله متعال مالی رو قرض بده و الله متعال فیضاعفه له اضعافا کثیره، بارها و بارها برای او بیشتر و بیشترش رو پس میده. از اونجایی که مال وقتی که در انفاق خرج میشه برای انسان سخته، الله متعال در قالب یک مثال برای ما شرح داده و توضیح داده و تشویق کرده ما رو به انفاق. در سوره مبارکه بقره الله متعال برای ما مثالی زده. در آیه 261 در آیه 261 الله متعال مثالی زده برای ما تا اصل اجر و پاداش و ثواب انفاق رو درک بکنیم و اون انفاقی که قابل قبوله. الله متعال در آیه 261 سوره مبارکه بقره می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال اون کسانی که انفاق میکنن مالهای خودشون رو در راه الله تعالی. الان الله متعال میخواد برای ما یک مثالی رو بیان بکنه. این مثال مرتبط به چی؟ مرتبط به اون کسانی که مالشون رو در راه الله تعالی خرج میکنن. اینها مالشون رو برای خانوادهشون، اقوام خویشاوندانشون، اقوام خویشاوندان، دوستان و آشنایان، مساکین، یتیمان، در راه الله تعالی، فی سبیل الله، در راه جهاد، در راه نشر و پخش و دعوت دین، مساجد، مدارس دینی، مدارسی که انسان ها در اون یاد میگن، هر مدرسه‌ای، کارهای خیریه، کارهای کامل منفعه، همه اینها معانی انفاق در راه الله تعالی است. مالی که خرج میشه برای به دست آوردن رضایت الله تعالی در کارهایی که الله متعال برای ما تشویق کرد. مثال اینها چیه؟ این پولی که خرج میشه کجا میره؟ این پول چه معامله‌ای باش میشه؟ چه پاداشی انسان میگیره؟ چه ثوابی گیره انسان میاد؟ مثال خیلی زیبایی است. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال اون کسانی که مالشون رو در راه الله، این مهمه، فی سبیل الله، در راه الله متعال خرج میکنن. مثال اینها چیه؟ کمثل حبة، مانند مثال یک دانه است. حکایت کسانی که در راه الله تعالی مالشون رو خرج میکنن، این مالی که خرج شده در راه الله تعالی، حکایتش مثل یک دانه است. کمثل حبة، به مانند یک دانه است. انبتت 7 سنابل، که از این دونه میروید. دونه رو انسان میکنه. الان یک مفهوم و معنایی رو، یک موضوع معنوی که اجر و پاداش انفاق هست رو الامتحان در قالب یک مثال محسوس که ما احساسش میکنیم و میبینیم برای ما توضیح میده. حکایت انفاقی که شما میکنید مثل یک دانه است که میندازید در یک خاک خوب و این دانه رو میکارید. این دانه کاشته میشه. از این دانه گندم یا هر دانه دیگه در میاد خوشه. یکی، نه 2 تا، نه 7 تا خوشه از این دانه در میاد. انبتت 7 سنابل، 7 تا سنابل جمع سنبله است، یعنی خوشه. 7 خوشه میده. یک دانه 7 تا خوشه میده. تا اینجا این حکایت 7 برابر شد. یک دانه 7 تا خوشه، یعنی 7 برابر شده تا الان. فی کل سنبلت، در هر خوشه ای 100 حبه، یک دانه کاشته میشه، آبیاری میشه، رشد میکنه. از یک دانه 7 تا خوشه میاد بیرون. این خوشه ها که رشد میکنن، هر خوشه فی کل سنبلت 100 حبه، یکی بود شد 7 تا خوشه، هر خوشه 100 تا دانه میده. یک دانه 7 تا خوشه شد، هر خوشه 100 دانه داد. چند برابر شد؟ 7 تا 100 تا میشه 700 تا. یک دانه شد 700 تا دانه. زمین خوبه، کشاورزی دیگه. دنیا مزرعه مگه نیست برای آخرت؟ مزرعه آخرت که دنیاست هم الله متعال میفرماید کسانی که در این مزرعه مالشونو میکارن تا در اون دنیا کشتش بکنن، مثل یک دونه یکی میکارن، 7 تا میاد بیرون، هر دونه خوشه‌ای که میاد بیرون 100 تا دونه داره، میشه 700. یکی به 700 برابر، حتی بیشتر از این. بعضی از دانا هستن که بیشتر از این هم خوشه میدن و بعضی از خوشه ها هستن که بیشتر از 100 تا هم دانه میدن. یعنی این 700 تا هم
احتمال داره که خیلی بیشتر از این هم بشه. والله یضاعف لمن یشاء. و الله متعال برای هر کسی که بخواد بیشتر از این هم میبخشه. والله واسع علیم. الله متعال لطفش و رحمتش بسیار وسعت داره و علیمه و میدانه که نیت افراد چگونه است و بر مبنای نیت اونها به اونها اجر و پاداش میده. در این مثال الله متعال یک مثال زد برای ما و در این مثال الله متعال برای ما اجر و پاداش و ثواب انفاق رو بیان میکنه که اگر شما در راه الله تعالی یکی بدید، 1 ریال، 1 تومن، 1 دینار، 1 درهم در راه الله متعال خرج کنید، الله متعال 700 برابر به شما پس میده و بلکه بیشتر. چرا که دامنه لطف الله متعال و فضلش بسیار وسیع و الله واسع علیم است. الله متعال به نیت شما نگاه میکنه. خیلی وقتها عمل ظاهرا عمل کوچکیه، 1 دونه وقتی کاشته میشه 700 برابر میشه. انفاق، صدقه دادن با نیت چندین برابر میشه. نیت در انفاق خیلی مهمه. این 700 برابر ثواب رو چه کسانی میگیرن؟ آیا هر کسی که مال انفاق میکنه، پول انفاق میکنه، یک جای خرج میکنه، یک جای یک حرکتی انجام میده، مسجدی میسازه، یتیم خونه درست میکنه، بیمارستانی میسازه، کمک میکنه به مجاهدین، کمک میکنه به فقرا و مساکین، کمک میکنه به اقوام و خویشاوندان، پول خرج میکنه. آیا همه اینها 700 برابر و بلکه بیشتر به دست میارن و پاداش میگیرن؟ نه، همه نه. یک گروهی این اجر و پاداش نصیب اونها میشه که این گروه شرایطش رو الله متعال در 2 آیه بعدی برای ما ذکر میکنه. اینها کی هستن؟ چه کسانی وقتی که انفاق میکنن، خرج میکنن، 700 برابر معاملهشون میگیرن. 1 به 10 نیست، 1 به 100 نیست، 1 به 700. کسانی که با الله تعالی معامله میکنن، الله متعال میفهمه من حداقلش اینه که 700 تا به شما میدم. اما این کسانی که در معامله با الله متعال 700 تا میگیرن چه صفاتی دارن؟ ادامه این مثال الله متعال در آیه بعدی میفهمند الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، کسانی که مالهاشون رو در راه الله تعالی خرج میکنن. کسانی که مالهای خودشون رو در راه الله تعالی خرج میکنن، اما ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. این خیلی مهم. خیلی ها در راه الله متعال مال خرج میکنن، شاید میلیون ها، شاید هزاران دلار، شاید طلا، نقره هم خرج میکنن، اما اینها این انفاقشون رو امید دارن که ثواب بگیرن، نمیگیرن. امید دارن که اجر و پاداش بگیرن، نه تنها که نمیگیرن بلکه گناهکار هم میشن. مشکل کجاست؟ اینها مشکلشون اینه که این موضوع رو رعایت نکردن که انفاق در راه الله تعالی وقتی قبول میشه، وقتی 700 برابر میشه که لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. وقتی که کسی انفاق میکنه به هر کسی، یک شخص یا یک مجموعه، بعد از اون لا یتبعونه، پشت سرش این گونه نیست که بیارن چی بیارن؟ منا ولا اذى، منت رو و آزار و اذیت رو. خیلی وقتا ما متاسفانه
در زندگی خرج میکنیم، پول مصرف میکنیم. طرف میاد کمک میکنه، یک کسی رو دستشو میگیره، اصلا زندگیشو از این رو به اون رو میکنه. یکی میاد به کسی که نیازمنده خرج میکنه، یک مدرسه‌ای، یک مسجدی، بیمارستانی میسازه، مشکلی رو حل میکنه. چندین تا زوج جوان رو میبره خونه بخت، با اونا کمک میکنه. یتیمی رو بزرگ میکنه، مسکینی رو دستشو میبره میگذاره گوشه مدرسه‌ای، بزرگ میشه، میبره در بازار تجارتی، براش فرصت شغلی ایجاد میکنه. اما چیکار میکنه؟ بعدش میاد منت میگذاره. منت میگذاره یعنی چی؟ یعنی میاد ذکر میکنه که اگه من این کارو نمیکردم تو به اینجا میرسیدی. من بودم که تو رو بردم فلان جا، من بودم که کمکت کردم، من این همه خرج کردم به شما، شما یه تشکرم از من نکردید. من اگر نمی اومدم این مسجد رو نمی ساختم، این مدرسه رو نمی ساختم، این مشکل رو حل نمی کردم، اگه من تو این ازدواج شما پول خرج نمی کردم، تو میتونستی پول ازدواج تو در بیاری؟ مگه من نبودم این کارو کردم؟ مگه من نبودم دست تو رو گرفتم؟ مگر من نبودم فلان کارو کردم؟ کمک میکنه به خانواده خودش، میشینه پیش دیگران. من این همه دارم به مادرم، به پدرم، به خواهر و برادرم، به فامیلام، به اقوامم کمک میکنم، اما اینها هیچ وقت کمک‌های منو ندیدن، هیچ وقت از من تشکر نمیکنن، هیچ وقت نشده که قدر من رو بدونن. همه اینها خیلی زیاده. اگه بخوام داخل این تعابیر وارد بشیم فراوانه از این تعابیر. این منته، منت گذاشتن. انسان وقتی که به فقیری پول میده، هو بیا اینجا بگیر، این منته. وقتی که انسان مسکینی این افتخار رو میده که این فرصت برای ما ایجاد بشه تا عبادت بکنیم، انسان با دیده حقارت بهش نگاه میکنه، انگار که من نوعی از این بهترم. با دیده حقارت، با تحقیر بهش نگاه میکنه. این منت گذاشتنه. آزار و اذیت. کمک میکنه به کسی به این نیت که این بشه بردش، که بشه غلامش، که هر کاری این گفت باید انجام بده، چون وضعش خوبه، چون دستش به جیبش میرسه. بهش کمک میکنه به این نیت که فردا از این جوان برای اهدافش استفاده کنه. اون رو تحت فشار میگذاره، چون منت میگذاره سرش، چون بهش کمک کرده، انتظاراتی ازش داره. این از اون صفات نیست. انفاقی که الله تعالی دوست داره، اون انفاقی که الله تعالی میپسنده، اون چیه؟ که انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ما فقط به خاطر به دست آوردن رضایت الله تعالی خرج میکنیم، به شما کمک میکنیم و از شما نه جزایی میخوایم و نه تشکری. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. نه اجر و پاداش میخوایم از شما، نه تشکر. روی این نقطه خیلی دقت کنیم. خیلی وقتا ما کمک میکنیم، منتظریم طرف از ما تشکر کنه. اگه تشکر نکرد، تو دلمون یک احساس ایجاد میشه که دیگه به این کمک نمیکنه. خانواده‌ای نیازمنده، از اقوام، از خویشاوندان، از همسایه ها، از دوستان، بچه محل کمک میکنیم. وقتی کمک کردیم منتظریم تا برگرد بگه دست شما در نکنه، خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه، واقعا لطف کردید، خیلی ممنونم، اگه شما نبودید ما چیکار میکردیم. منتظر شنیدن این حرفاییم. این باطل میکنه انفاق ما رو. این انفاق اون انفاقی نیست که الله تعالی 700 برابر وعده میده و بلکه بیشتر. الله تعالی اینو نمیخواد. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. و حتی تا حدی برخی از مفسرین در شرح این آیه و برخی از اولیای الله متعال حساسیت به خرج دادن که وقتی که میرفتن به فقیر کمک میکردن، حتی نمیگفتن که
دعا کن برام. به ترس از این که نکنه این انفاق و این صدقه به نیتی غیر از کسب رضایت الله متعال باشه. به خاطر دعاست دیگه، من پول میدم برام دعا کن، بهش کمک میکنم برام دعا کن. شده تجارت با بنده نه با الله تعالی. حتی وقتی که کمک میکنیم به کسی نگیم بهش برام دعا کن، اینو بگیر برام دعا کن. نه، اینو بگیر باز روی خوش، با احساس خوب، کرامتش حفظ بشه، تحقیرش نمی کنیم، جلوی جمع نه، شخصیتش حفظ میشه، کرامتش حفظ میشه، منت نمیگذاریم سرش. بعدن هر جا نشستیم جلوی این اون یاد نمی کنیم، چه جلوش چه پشت سرش. اینها همه این موارد رو وقتی که رعایت کردیم این چی میشه؟ این اون انفاقی میشه که الله متعال میفهمد ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. منت و اذیت و آزار نیست، نتیجهش چی میشه؟ اینها لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که انفاق میکنن اینطوری، اینها اجر پاداششون نزد الله تعالی است، عند ربهم. اینو دیگه الله متعال میدونه که چقدر به این فضل میکنه و چقدر در این معامله پاداش میده به این شخص. ولا خوف علیهم، روز قیامت نه ترسی دارن از آیندهشون، ولا هم یحزنون، و نه ناراحت میشن از گذشتهشون. آیه بعدی تکمله این دو آیه است. قول معروف و مغفره. یک کلام خوب، قشنگ، زیبا و مغفرت، گذشت از اشتباه دیگران، از مشکلاتشون، از شرایطی که داره، چشم پوشی کردن، اسرار دیگران رو نگه داشتن. یک فقیری میاد حرفی میزنه، درخواستی میکنه، الان انسان دستش بنده نمیتونه کمک کنه، اما چیکار میکنه؟ حداقل میتونه که یک پیشانی باز نشون بده، میتونه که حداقل یک کلام خوب بهش بگه، یک دعای خیر براش بکنه. الله متعال میفهمه همین کلام خیر و همین چشم پوشی از اون که اومد پیش شما گفت مشکلش رو جای دیگه نشر نکنید، پخش نکنید، این برای شما خیلی بهتره. قول معروف و مغفرت خیر. این بهتر از چیه؟ من صدقه یتبعها اذى. از صدقه ای که بعدش منت و آزار و اذیت باشه. انسانی که دستش بنده اما صاحب اخلاق و کرامته و با کرامت و اخلاق فقیر رو رد میکنه، مستمند نیازمندی رو، این شرفش پیش الله تعالی خیلی بیشتره از انسانی که ثروتمنده و بذل و بخشش میکنه با بی‌ادبی، با منت گذاشتن، با آزار و اذیت. والله غنی حلیم. الله تعالی بی‌نیازه. شما وقتی که دارید به فقیری کمک میکنید به خودتون کمک میکنید. به الله تعالی چیزی نمیرسه از این کمک شما. الله تعالی حلیمه، بردباره. منت میگذارید، اذیت میکنید، انتقام نمیگیره. اما مواظب باشید. تنها انفاقی در راه الله متعال قابل قبوله که بدون منت، بدون آزار اذیت، بدون چشم داشت، با رعایت کرامت شخص مقابل انجام بشه، فقط به خاطر به دست آوردن رضایت الله متعال. از الله متعال میخوایم تا به من و شما و جمع ما توفیق بده تا بدونیم که چطور انفاق بکنیم و فراموش نکنیم که مال دنیا وسیله آزمایش برای ما. الله متعال مال رو وسیله آزمایش قرار میده و انفاق از مهمترین مواردی است که ما در زندگیمون به حد توانمون، هر کسی به اندازه توانش میتونه که انفاق بکنه، اما فراموش نکنیم انفاقی ارزشمنده و به درد ما میخوره که بدون منت، بدون آزار و اذیت و بدون هیچ گونه چشم داشتی از طرف مقابل باشه. به این امید که الله متعال تمام انفاقهای ما رو 700 برابر بلکه بیشتر برای ما پس بده. همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به الله متعال میسپارم. الله یارو نگهدارش. لا
كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت أيامي وأحلامي إلي. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لا 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 في كتاب الله قلبي صار حي.